هممون یه جاهایی رسیدیم به اون نقطه‌ای که هیچی جواب نمیده. نه نوشتن، نه مدیتیشن، نه کارایی که میگن حال آدمو خوب میکنه. هر کاری میکنی انگار مغزت قفل کرده. اگه این حس برات آشناست، تنها نیستی. یه نفس بکش، ولش کن و به خودت یادآوری کن که همین لحظه‌ای که توش هستی کافیه. امروز میخوایم درباره وقتایی حرف بزنیم که حتی رسیدگی به خودت هم دیگه اثر نداره. اون موقعهایی که حتی غذای مورد علاقت هم مزه نمیده. اول اینو بدون، تو خراب نکردی. تحقیقات نشون میده وقتی مدت طولانی تحت فشار و استرس باشیم، حتی چیزایی که قبلا حالمون رو خوب میکردن هم دیگه کار نمیکنن. به این حالت میگن بی‌حسی احساسی. یعنی مغز دیگه مثل قبل لذت رو حس نمیکنه. شاید برات پیش اومده جلوی دفترچت نشستی یا هی فیلم و سریالا رو بالا پایین میکنی ولی هیچ حسی نداری. این ضعف نیست، یعنی یه راه دیگه نیاز داری. یکی از اون راه‌ها رسیدگی خیلی کوچیک به خودته. کارای اینقدر ساده که مغزت هم نتونه باهاش مخالفت کنه. مثلا یکم آب خنک بزنی به صورتت، 30 ثانیه خودتو کش و قوس بدی، یا پنجره رو باز کنی و فقط یه نفس عمیق بکشی. همین کارهای کوچیک سیستم عصبی رو یه ذره آروم میکنه و کمک میکنه که از اون گیر ذهنی در بیای. راه بعدی تمرکز روی حواسه. وقتی احساسات قاطی میشن یا بی‌حس میشن، حواست میتونه برگردونتت به الان. از خودت بپرس الان چی رو میشنوم؟ چی رو لمس میکنم؟ چه بویی حس میکنم؟ این کارها سادن ولی به مغزت میفهمونن که الان خطری نیست. اگه باز هم در آینده گیر کردی، لازم نیست همه چی رو از خودت در بیاری. میتونی از بقیه هم الگو بگیری. مثلا روتین شب یکی از دوستات، یه فایل صوتی پیشنهادی، یا حتی پلیلیست یه آدم غریبه. یه مدت با اینا جلو برو تا حال خودت کم کم برگرده. یه چیز مهم رو یادت باشه، رسیدگی به خودت لازم نیست قشنگ و خاص و نمایشی باشه. نودل ساعت 2 شب هم حسابه. ساکت نشستن توی اتاقت هم حسابه. حتی وقت گذروندن یه روز سخت هم حسابه. قانون خاصی وجود نداره. مهم اینه با خودت همون جوری رفتار کنی که با یه آدم خسته‌ای که دوستش داری رفتار میکنی. اگه هیچی جواب نداد، از خودت بپرس الان کوچکترین کاری که میتونم برای خودم بکنم چیه؟ و اگه خسته‌ای، خواب هم خودش یه راه ترمیم قویه. برای همین دکترها همیشه اول از خوابت میپرسن. آیا رسیدگی به خودت یعنی کامل بودن؟ نه، یعنی یادآوری این که تو هنوز اینجایی، هنوز داری ادامه میدی و همین فعلا کافیه.